سلام. دلار 20,000 تومانی یا دلار 80,000 تومانی. امروز تو بازار دلار بالای 80,000 تومان رسیده. ولی بعضی ادعا میکنن که دلار باید حدود 20,000 تومان باشه. کدوم ادعا درسته؟ یک شاخصی هست که نهادهای مالی بین المللی اندازه گیری میکنن در اقتصاد. به اختصار بهش میگن PPP Purchase Power Parity، برابری قدرت خرید. معنیش چیه؟ اگر یه سبدی از کالا و خدمات رو تو دو تا کشور که میخوایم ارزششون رو مقایسه کنیم در نظر بگیریم، میان میبینن مثلا با دلار آمریکا، با $1 آمریکا یا با $100 آمریکا چه میزان کالا و خدمات میشه تهیه کرد. بعد میان میبینن همون کالا و خدمات رو توی ایران با چه مقدار ریال میشه تأمین کرد. این دوتا رو با هم تناسب میگیرن و برابری قدرت خرید در میاد. این عدد PPP در سال 97 اندازه گیری شده برای هر $1 900 تومان. اول سال 97 دلار چقدر بوده؟ 4200 و انتهاش بوده 13,000 تومان. امسال دوباره همون نهادهای مالی اینو اندازه گیری کردند و برای ایران در سال 1403 هر $1 آمریکا برابر با 14,750 تومان قدرت خرید داره. این یک روش محاسبه. میایم با یک روش دیگه‌ای که بهش میگن تفاضل تورم از این استفاده میکنیم. یعنی چی؟ دو تا کشور خب ارزششون نسبت به هم توی سالی که ما مبنا قرار میدیم یه تناسبی داره. مثلا سال 56 57 دلار بوده 7 تومن، 70 تک تومن، 70 ریال. ما اونو میذاریم مبنا که از اول انقلاب ببینیم چه اتفاقی افتاده. خب ما سالانه یه مقدار تورم داشتیم، آمریکا هم تورم داشته. تفاضل این دوتا تورم نشون میده که پول ما به اون نسبت تفاضل تورمی ارزشش هی کم شده، قدرت خریدش کم شده. به طور میانگین توی 46 سال گذشته ما حدود 20% سالانه تورم داشتیم. به طور میانگین 6-7% داشتیم، 55-6% هم داشتیم. میانگینش حدود 20%. توی آمریکا هم تورم از 0.5% تا 7-8% بوده، میانگینش 2% بوده. این دوتا رو که از هم کم کنیم 18% ما تفاضل تورم دو تا کشور تو این 46 سال داشتیم. خب یک ممیز 18 به توان 46، یعنی 46 بار در خودش ضرب بشه، میشه عدد 2025. این عدد 2025 رو ضرب در 7 تومن سال 57 بکنید میشه 14,175 تومان. پس نرخ دلار حدود 14,000 تا 15,000 تومان به دست میاد با دو روش. پس چرا الان تو بازار 84,000 تومانه؟ این دلیلش نمیتونه دلیل اقتصادی باشه، بلکه باید منشأ سیاسی داشته باشه. دیگه از قواعد اقتصاد تبعیت نمیکنه. دو تا منشأ عمده داره، البته دلایل دیگه هم داره. یک، کسری بودجه. وقتی دولت‌ها کسری بودجه پیدا میکنن، میان چون فروش حاصل از نفت رو که به دلار میگیرن میخوان به ریال تبدیل کنن، برای اینکه ریال بیشتری به دستشون بیاد که کسری بودجه رو بپوشونه، قیمت دلار رو تمایل دارن که بره بالا. دوم، شرکت‌های بزرگ صادرات محور خصولتی. چرا میگم خصولتی؟ چون اینا واقعا خصوصی نیستن. اینها دولتی هایی بودن که رفتن اون شرکت‌ها رو تملک کردن، به اسم خصوصی دارن فعالیت میکنن، ولی واقعیتش اینه یه دستی هم چون در قدرت دارن میشه خصولتی. مثل فولادی ها، پتروشیمی ها، پالایشی ها و امثال اینها و تجار بزرگی که مثلا طرف نهادهای دامی وارد میکنه، چای وارد میکنه مثل چای دبشو، امثال اینها. اینها به کارگر ایرانی دارن ریال پول میدن، برق و گاز و اینا رو دارن به ریال میدن، محصولشون رو به دلار میفروشن. خب وقتی میخوان دلار رو بیارن به ریال تبدیل کنن که بشه درآمدشون، هزینه به ریال بود، درآمد به دلار. چجوری میتونن سود بیشتری کنن؟ یک، صادرات بیشتر که خب نمیتونن. دو، قیمت دلار بره بالاتر. چون اینها در قدرت هم دست دارن، افراد نفوذی دارن، این کار رو میکنن با رسانه، با نفوذ در دولت و مجلس و امثال هم، قیمت دلار رو به صورت کاذب بالا میبرن. این اتفاقی که داره تو ایران میفته. قیمت واقعی دلار باید زیر 20,000 تومان باشه و اگر این اتفاق بیفته
زندگی های ما با همین درآمدهایی که داریم خیلی زندگی عالی است و این فشاری که ما داریم تحمل میکنیم بابت اون سیاسی کاری هستش که برخی افراد سودجو دارن انجام میدن.